و شما درود میگویم دوستان گرامی. تصور کنید که یک خانه برایتان آرا دادند و در همون خان، در سرخان تمام چیز هست، همه ناز و نعمت هست، فرق ندارد که گران است ارزان است، هست. این گونه خان فقط در یک ماه می آید، در ماه مبارک رمضان. همون خان رمضان نام دارد. ایگیری میخوری، تناول میکنی، میری از پای طاعت و عبادت و تضرع و زبان خود را باز میداری، چشم خود را نگاه میداری، قدم گذاری خود را به هر جا نمیروی، گوش خود را از هر چی شنیدن و گفتن، از غیبت کردن، از همه چی وقتی که خود را باز میداری، عموما یک دنیای دیگر رو برای خودت کشف میکنی. ان همون ماه مبارک رمضان با تمام ثوابیت و با تمام خیر داشتنش، با تمام بزرگیش دارد به انجام میرسد. هر کسی که روزه داشت خوش به حالش و هر کسی که روزه نداشت شاید یک فتوای خودش دارد. فتوای اگر از دامله هایم از کتاب قرآن و از احادیث پیغمبر هم نباشد، امروز هر یکی ما برای خودمون فتوا میبریم. خب شما هم اختیار دارید. ما با دین و با عقیده شما من کاردار نیستیم، اما یک ماه سپری شد که در روزگاری بنده چندین چیزها را توانست که عوض کند. اولین چیزی که هست، من برایتون این واقعیت میگم، این قصه از کتاب 1001 شب نیست که در اونجا بعضی چیزها بافته باشن. اولین چیزی که هست، باور کنید وقتی که از کار میایی خسته میگی ای بیا امروز نروم، ما همه چیز از خودمون رفع کردیم، گفتیم نه ما میریم به خاطر همین خستگی، همین عصبانیتی که از کار هست، به خاطر همین را برآوردن. باور کنید ما به همین چیز نائل شدیم. درد پوچه، درد میون، یک عصبانیت و هر چیزی که دیگری که بود، باور کنید در یک ساعت، 2 ساعت، 3 ساعتی که شما در نماز نیستید کلا رفع می شود. دوم چیزی که هست، همون نفری که قرائت قرآن میکند و یا قرآن رو میکند 1 ساعت، 2 ساعت، چند ساعتی که باشد، یک مثل آن هست که طبابت روحی است، انسان رو یک طبابت میکند. سوم از همه چیز مهم و عجیب است، کلن انسان سبک میشود. اگر شما با تمام اخلاصتان همین رمضان، شب قدر، هر شب همین رمضان، هر ساعت و هر لحظه همین رمضان خوب و خوش گذراننده باشید، با تمام وجودتان، با تمام هستیتان به همین چیز داده شده باشید، فقط در همون لحظه همین چیز رو احساس میکنید. کلن یک نفر دیگر هستید، عقیدتان دیگر میشود، دیدتان، نگاهتان دیگر میشود. اما دوستان گرامی، وقتی که در همین یک ماه رمضان ما کوشش کردیم که از غیبت دوری بجویم، از بدی و از بخیلی و از کینه و بخل و حسد و دیگرش، تا یک اندازه گویم در یک چهارچوبه، در یک رمکه معین در آمدیم، داخل شدیم، یعنی یک کم کم سیمای انسانی گرفتیم. اکنون بیاید یک کوشش کنیم که همین چیز رو ادامه بدهیم. ببینید خیلی یک رمضان فیض و برکت داشت که ما جنگ نکردیم، ما بخیلی نکردیم، ما بدگویی نکردیم، ما دشنام نکردیم. هرچند بعضی بچه‌ها دشنام هم استفاده بردن، اما اونهایی که روزه‌دار بودن اونها خودشون رو یک بلو کده داشتن. همین چیز رو به عادت دائمی تبدیل بدهید. ببینید که جامعه چه خیلی یک جامعه ای، همین یک عجیب جامعه می شود که نمیدونم با کدام زبان رو باید بگویم که همه برادر همه میشه. آن همون میگن که مؤمن برادر مؤمن است، در همین حالت می شود. همون رفتار و گفتار و چیزهایی که در رمضان داشتیم، بیاید یک کوشش دیگر بکنیم همون چیز رو دوام دادن بگیریم، نه اینکه فقط در رمضان بلکه در 11 ماه دیگر هم دوام بدهیم و به قول می شود نورن علی نور. و در فرجام دوستان گرامی، بسیار یک خواهش برادرانه، خواهش دوستانه، اگر همه نوارهایی که ما در همین کانال میگذاریم برایتان پسند است، کامنتاری بنویسید و دوستانتان فرستید تا صفحمون بیشتر شود. و اونهایی که ما رو میبینند و نه لایک میگذارن، نه کامنتاری مینویسن، نه پسند میکنن، من یگام سخنی که بر سفید رو سیاه گویم یا که سیاه رو سفید گویم یا که دیگرش نگفته ایستادم. سخن‌های هستند که از همون فلانی حامله دار شد، فلانی را گیفت، فلانی رقص زیبا کرد، یا که هرزگویی‌های دیگر، گمان میکنم که خوبتر و بهتر است. عید سعید فطر مبارک باشد و در حق همدیگر دعا کردن رو، از همدیگر خبر گرفتن رو فراموش نکنید. همه کسایی دبیوی قدرود.